تأخیر در ورود به فناوری و استفادهش مرگ‌آور الان. رئیس جمهورها در ایران خیلی ناراحتن از اینکه تعداد زیادی شورای عالی درست شده و بعد وقتشون تو اینا تلف شه. گیر کجاست؟ گیر آدما بینششونه. یا فرآیندهایی که وجود داره. حالا فرآیند کشکی دیگه. مسئله مدیریت، بینش و بوروکراسی ایرانه. مسئله تو حوزه تکنولوژی نیست. مسئله تو مدیریت ایرانه. فناوری هم در اون مترادف با سرعت ما چیه می‌خوایم شتاب بدیم؟ وضع فعلی رو قاعدتاً به در دیوار می‌خوریم. در که تحول تکنولوژی رو نداشته باشیم، سخت افزار نمی‌تونه مثلا حل کنه. تلاش بزرگی از زمان آقای هاشمی رفسنجانی خدا رحمتشون کنه شده بود که بوروکراسی رو کوچیک کنن. یه وزارتخونه تو ایران گاهی تا 7 و 9 لیر داره. تو دنیا الان دیگه حداکثر 4 لایه است. اجرا و نوآوری تو جامعه باز اتفاق میفته. پوچ و مهمل. روش فیلترینگ ما